سلما چی میزنی؟ زن کاکا میشن داخل چشته. این چی گپ است که تو به ما زدی؟ چی گپ زدیم؟ ما چی کردیم؟ تو آمدی به ما گفتی که ما گدایگر هستیم. کی گفته؟ این به زبان خودت گفته شده. آره چی سعی داری یه وزی که بوری امور خلاص بکشیش با خدا خدا میکنه کت قفاق ده قفاق مادر الو نمیشه که من برو بزنم میشه خوب کردم اون خلاصا نکنه که برو خدا که میشه گم که بگم حالا بیبیاجی ما چی بگویم دیگه بیبیاجی توی چیز اون ندیدی بیبیاجی اون دختر دادم بر نواسه چی جنجال ما شما از خود هستیم تو پرده من کن من پرده تو را میکنم هرچی نباشه اولاد تو اولاد ما است اولاد ما اولاد توست پرسان بازخواست میکنن چی کردی فکر جوشت کردی نکردی چی کردی پدر امیر من نمیگم خود چرت بزن و از تو کدام سنش کلان است ولی تو وای تو واقعا میخوایی من امروز ورسی کنم؟ امی گپ از گفتن است من نگفتیم من باز آمده میگه نه من شنیدم مغز سرت کده زوی چاونکو بون کرد چی که میگه بگوی بیاز دقیقش هیچ بسر نیسته ما چی میگه چی میخوایی از جان مو چی میخوایی اما خواسناتک قرار خوته پورکو حالا خطر ما خو ناز میتم اما هدف من باید اسکسته وقتی که من تر ناز میتم تو با تقت از پیش نانید بیری حق تک نگیری با خدا که خگاسی و سنگای بیا و سر درک دور نتم با خدا روغن است مثل کریک روغن من داغ میتونی اما در فرق سر روغن پرتم داغ کنم نان ممنیم کردی یا ممنیم کردی کل کارم سلما میکنی مر نوکر فکر کردی در کار خدا شی من نوکر دوستان من زیبا باز بازه تو حق نگیری من نوکری با تو نشان میتم آسنات جان بخیر 10 بجه شده بخیرم که مادرم در فارم میشه مریم در آشپزخانه دیدم چای دم میکردم که میگذار چای بخبر دان قرار خواستی سرم درد میکردش نفهمیدی ساعت دیدی 10 بجه صبح است تو هنوزم خواستی خاو نبودم سردرد بودم تو گنگ سفتیده بودم بخیر که مادرم زفا و یارم میشه تو قرار خواستی و نازدونگی رو بخی از خود کردی بخیر یک در راه برو یک در فردین جان خالمی یک رو سردرد شدم خالمی رقم نمیمونی یک چند نخ سرما بانم تو که از حالی رقم نازدونگی کنی آلی نازدانگی است خاک مریض باشه خامیال همه ما مریض باشه مریم ما مریض باشه پس می رقم میگی آه حال دخترم همی حال بیبیت میگه که چیسته این ربط میگه در نواسه بیبیاجی تو چی نظر داری بچیم که تو بیت گپ زده دل تو چی است مادر جان باید نظر ندارم هر تصمیم که خودت بگیری حال بچیم تصمیم تا تصمیم خودت فرق دار تو امروی هر کسی که بگیری با امروی از امو زندگی میکنی حال تو خوش هستی راضی هستی یا نه مادر جان من گفتم مردچان پرتی من راضی هستم مال من خو نمیتونم که بوی میره میگیرم یا او را میگیرم نظر تو مهم است تو خوب مشناسیشان که چه قسم مردم او هستن بچیم
عمر تیر شده که از این نمیاد. او خود درست است، عمرم تیر شد اما نیم عمرم. این بچه خرد بود، بسیار خرد بود که من دیده بودم. خب باز یا رفتن مهاجر شدن، رفتن طرف ایران، رفتن چه سالا اوجا بدن، باز آمدن دیگه. ما نرفتیم، این موقعم پیدا نشد که ما برم دیگه. من نمیفهم که صفت توصیف شه، خب بیبی زیاد میکنن دیگه. میشنیدن کی بود مانند بچه مادر دیدن. جانم میزن کاکایم خود چندان بسرام نیست. ندیدی سر چطور تومت کرد که 2 لک روپه برداده بودم. آفرین، اینمی گپ مرا می جورانه خب ما با مورا میگم مادر. اینی گپ مرا می جورانه به می خاطر. حالا گفتم رضایت تو چی است میگیری؟ خوب مرا نوکر فکر کن. دیگه سکوش قصیاب کردی چپس کو که ماشی میکو کو کو باز چتل لاکو باز همه بیچاره بیا بگیره بشویه. خداوند من میگم تو دختره خیر نکه تو گریخته گیر صدا کرده گیره که مریض آرام نمیری. ای پوک آمد. من برزه قضی چی کنم؟ من باید یک کار کنم که باید خوب یک دندان یک جمع گفتیان تو یک جزای دندان چکانی جمع باید بتیم چی کنم. بیا این نیافته میشه باید مثلا رایزینا ایزی برش خوری کنده می رایزینا که نفهمه. بیا یا مفته باش دیگه کنم باز مکت تو کار دارم که من سر تو قیمت راسی و سنگار دورک نتم که میمانا با آن که یک دفعه گفتی خوب دیگه جزای طبیبینی جزای طبیبینی. حالا کارکتا جور میکنم خوب بخلک ویده سر جایه ناله بخیر شاتگه جزای طبیبینی جزای طبیبینی. یک سردردی چیست دیگه؟ سردردی هم مریضی است را حالا یک سر درد میکنه خدا انداختی که ما مریض هستیم. تو نمیفهمی که چی رقم مریضی است. ما نمیال هر مریضی که سرما بیای من دقیقش نیستم. در بیرون میرم چکر خدا میزنم رفیقای ما از پشت کار میگردم. دقیقه مریضی نباش. مریضی را اگه زیاد در جان عادتش بیتی بازو زیاد میشه. آموخته نکو خدا سر مریضی چیز. آقا مریضی کمان بخیر راه برو ایسون برو فکرت دیگه کو جور باشی. حالا مریض باشی سردرد باشی جان درد باشی گنس باشی چه رقم را بری؟ بخیر خب من نفهمیدم ظرفا مدار ایزنم ظرفا رو بیچاره شده رئیسم زن پیچ سفید. خب منو میگفت میرفتم خود میشتم. مریم داشت پس خانه دیدم من گفتم یک چای دم کنه برات یک چای بیاره گفت مادرم ظرفا رو میشه. مامان گفتم باش که آسنات کجاست؟ گفت آسنات خدا انداخته. بخیر نازنگیری از خود نکنه. فردین جان ولی از خودم گفتم یک روز مریض بودم خواهم یک روز امیش هفتیدگی دیگه کدام روز دیدی که من کار نکرده باشم. الو باری تو گفتی که می کمره کت مایده شوه اخ برمانه دلم برسن بارزوهای دلم برسن که فعل چویده می جای گفتی که می بگویت بخلا کمرم بگوی اخ خاله جان چی شده؟ چی بود؟ چی هست؟ اوگاه شده خاله؟ آرزو چی هستی؟ من پیشتر اومدم خانه بود خاله جان اوگاه شدی؟ بیا بخی که بریم داخل خانه بریم آرزو استا خاله مادر ماهی ریخته بیا دیگه بیا خاله جان بیا این از گوشه بیا استا آرزو مچمیا کجا هستن؟ اوگاه شدی خاله جان؟ اوف اینه که چه پکت اینجا خو استا خاله جان بیا باش که آرزوشن کجا گم است بیا خاله جان استا ای خدا آرزو بیا خاله جان بیا
چی چلایی چی رسایی داری ما چی خال مغال چیزی را نه درخت‌ها رفتم گل کنه شگوفه کنه که من برم زیر درخت‌ها بگردم اینجا سرصدا باش برو که اینجا چی نیست کجا میری برو سرصدا چی سرصدا نیست برو چون اینجا خال مغالک بود نه خال مغال بریم بریم خال مغال چی میکنم بیا حالا چی میگفتی تو این چیزی نمیگفتی میسی بیا تو گوه تو قصه کنم درخت‌ها گل کرده سرسبز شده گلبتا چقدر خوب شده امروز سبانه خیلی خرگونه سرخ میکنه خفتال دیگه میاد خفتال کمرش میده شد چیزی نه نسوار مدانم افتاد دقیقا میگی کی هیچ کسی نه نسوارم افتاد نسوار خراب برده بودی باش میشه تا میگم میزنه بخواد باد میشه تیت پرک میشه نسوار خراب برده بودی میافتاد کمرش میده شد دیگه نسوار افتاد نسوارم گفتم افتاد خب حالا باش یک دفعه برم ببینم چی رو میبینی؟ چی رو سعی میکنی؟ قدیر که ظرفا رو ششتی ظرفا رو شما رو خود دیو زده قرار تو هم خمستی و هم خمست کل کار موندین بلای جان من مجبور ظرفا رو ششتم شما هیچ کار نمیکنی؟ ما خاطر گفتم بیایم تو اینجا استاد یک نه یک چی میگی کل کار خلاص حال می درخت‌ها رو سگم که درخت‌ها سر به خود گذاشتم چون خوب سرسبزی داره که میشاخایتان باد شوا شاخایتان گفته که کمر درخت دو غوله شون تو را گفتم کمر درخت تو بگی چی شده؟ در زینا خاله در کدام زینا؟ اون در زینای اولی خدا کدام زینا وی خور چرا؟ الو نصیب دشمنان چرا خورکم؟ باش مادر که یک جای بشینه وی کجای قسمت؟ تو بیا الو دامناش باش مادر زور تو من میکشم من میگیرم بیا تو برو پیشو من میگیرم شان الو الو کم وقت خاله جون 4 تا استخوان داشتی او را میده کدی چرا فکرت نگرفتی الله او خود درای زینا سایکوتیال اینجا پیش سایکوتیال روز سایکوتیال حالا چطور هفته دی او خود بیادر جان شکر که آمدی این وقت که هیچ یادم نمیکردی هیچ نمی آمدی نه خب چی حال داری دیگه؟ خور کدام وقت نامدیم خانه همیشه آمدیم یادت کرده وال تو نگویی که به خاطر من مقصد و مطلب خود نه مقصد دیگه شکر خور شکر بروی که بیادر روی همین مسئله را تو پیش کردی که بیا خانه بیزن نمیشه و بیا زن دیگه و دیگه سلامت باشی خوار خدا تو رو نگیره باز گفتم باش بیایم خانه آمدم گفتم باش که به خانه خدا مستی نیستی گفتم تو نشه که خود ما آمده باشی تو خانه ما با خدا دلم بود می آمدم اما تو دل بدل که نه شکر که تو آمدی باش یک چکرک میرم گوش که خور تو بیشی چی میکنی چای؟ یک پیلگه نه چای نمیشه نه؟ تو بیشی دیگه گمش کو تو دیگه باد میگی نه والا سنخوار ما که میبینم زندگی که از یام چندان برقام رفت زندگی از یام چندان جور نیست چی کنیم مالی رو روز و حال از این رسایی که خانه یکش رسایی که اوسو بیوه در خانه تنها مادم خاطر میگفتم اونجا کتمه باشه خوبتر است خوار آمدی بخیر؟ لالا جان شیرینم صدقی تو شو خدا نکنه خوار دیگه خیلیتیسم چالا ما گفتم مگر چیز شو خوار اجیان آمدم یک دفعه زحمت دادم نه چی زحمت است دیگه یادرم زحمت است نه زنده باشی خوار گفتم اگه شما که یک دفعه خواهد گفتی که بیادرم چقدر وار خطاست نه وار خطا نیستی صدقه چم گفتم که شکری کار خود تو خونه پیش کردی دیگه پیشنهاد از طرف تو بود دیگه بود صبح خراب کردم خدای چی بنا آدم بوده صبحم گفتم بیشرفه که نرو کم هم میایم نیمه 12 بجه میایم خود چند بجه است گفتم نرو خم امروز نمیرفتی میموردی که نمیرفتی نه موردی هرگاه همین دروازه تقدیر هرگاه تق نمیکنن یک آدم خوب برات پیدا شد میرفتی پشت پخته نمیبینی که با خودم مریضی خود آدم نیم آدم چی شدی تو دی وقت بیشرف دیگه این کنشی تا خیلی اگر بفهمم که دولت اکاف منطقه که به دفترک کار میکنی کی تو را میگیرم این خلاص میشه دیگه به نامت هم اینو خلاص میشه اینجا نامت خاک میشه دیگه میگی ما نیم آدم نه کار میکنم نه بار میکنم
یک چند پا دست ما می آمد، روزگار خود دور میکردم، سرنوشت کام دور میشد، آنگاه لرزه پیگه کرد. نه خودگه خب بریم خانه برو. شکر دیگه که کمانش رفتید که دو خلاص حقش بر نستم. لای شکر بر دو دلم رسیدم دیگه. لای شکر. یک سردردی و چیزا چی سر اول مقاله کنداختیم؟ شش ظرفره؟ نه بند بر شما باشین. حال دیگه شما مادر شیم، ما دختر شیم، بعد خدمت کنم، زن بشویم، کار کنم، خیلی کنم. حالا این خراب است. فقط هر روز سرتون نشونیم. دختر بسیار پر نگو تو خواه. دختر هر روز که باشه، هر وقت که باشه، ما یه خواه دیدیم که بشین بزنی بیاد به یک پیسه میگه یک قفاق دیم، یکی از من بخود یکی از دیوال. هر روز زبان بازی میدی طرفداری نمیاره میکنی. طرفداری کی رو کنم؟ خب میگم تو هم خیلی همون مریض سرش درد میکنه. ما به خاطر نمون بان خواب سردردی مریضی است مادر. یک سردردی چی هست؟ سردردی با تو مولود سرد درد کنه کل کس نمیریزش تا حساب داریم سر است. وقتی سردرد باشی چشم درد میکنه، سر درد میکنه، بیخی گنس گل میباشی میگه تا اینجا نکنیم شما گرنگ کسل میشه. حالا من چیکار داریم؟ حالا میارد برام چیه؟ من کارش میکنم. تو امروز ظرفا رشتی سوار قالینم تو بشه، جارم تو خیلی به خاطر زوم میکنم. حالا فردین با خدا امروز یک ذره مریض بودم دیگه. خیلی گلا میخواد. حالا بجام آمد اینجا ما چون که طرف از نازدارگیری میکنی. پستانم شه برات گفتم. نه تو چرا میخزنی بعد خب یا همین قبل که همون نبود کی میخواد. گلا میخواد طرف. حالا تو هم میره میششتینی هم در ظرفا. خب اگه میگی دواخانه برات میارم. هر چی دلت میشه بگم برات میارم دقیقه زیاد نباش. گنج کیا بگوین. حالا یکم خوب شدی؟ خود فعلا نشه چی جور کردن. ای بابا بیخ دیوانه شدیم. زن باید به سلما وره باشه سعی کنم مرا. حالا اگر در قصه مرزی باشم سر مرزی رایم نمیزنم. تو مردسی او زن او دختر است. او دختر گفته تا دیگه او بچه نه اون بچه هم دختر ناامید است. نمیفهمم در این زینه پای ما ماندم. تخته با پشت رفتیم. هالو رنگ رخ شامونه پایده. چی رفتم خیلی چیز نبود از این از طرف اومدم چی پاشده بود خدا چی بود؟ حالا خوب است مایه بود چی بود؟ خالی موگار شده باش که دراز نکنه. باش که دراز کنه. یک کلا چوش تا برته. باش که دراز که راحت باش خاله جان. مرد کلتا. هالو سلما ببرش شب خانه. خانه جان بریم شب خانه. یا دوا بیارم برش. نه شب خانه بریمش از که تو قبرغش میده. نمیخوری چای؟ ما که رفتم خیلی چیز نبود. این چه رقم خیلی گپ شد؟ ما که رفتم در و پس برآمدم. چی بود؟ زینه دوم که نمیفهم چی بود خاله جان. مایه بود چی بود؟ مایه در شوی رفتم بود. حتما کالاشت نوش اونجا انداختن. کس نبود چی کارش. کالاشی خو نکردن کسی. قفره ها؟ اونی کالاشی کردن حتما. یک جایش مایده میشد چی میشد. حالا قف بود دورای زینا؟ قف بود مادر ها. من خیلی روغن است اول بازدیم قف بود مایه ظرف شویی بود. حالا دیگه ایران خودت پیدا کردی خدا خیر بتید. گفتم اگه شما یک دفعه بریم اونجا حرکتشان گفتیم که ببینیم که چی میگن نظرشان بگیریم یک دفعه که نظر از واسه چی است چی میگن چی میکنن چی میگن نظر ما گفتم یک روز بریم برات بگیم شکر که اینا خودت آمدی یا قربانت که یاد ما کردی اگر اینا گفتم بیایم پیشت بگویم که بریم یک نظریشون بگیریم با رقم نظری از امروز کار خود پیش ببریم تا کی دیگه تو بخیر بیارم که دل ما جمع شود. او سونا خوشوی من گفتم خوشوی من مچم که کجا گاه یک جای از گاه دیگه مریض است گاه یک جای میره دکتر گاه دیگه جای میره. او بچه را اوباید آمود دو شست و پای کرده. خب اوباید که زنگ زده بود که من برات مچم کدام تانه میگیرم. اون وام موتور اوباید سود دو شست و پای. باز اوباید باز خوب است. یعنی که میگه نه پدر اول غم تو خورده شود که در خانه یکی بیایه بعد از او باز غم خورده شود. بچه که بسیار شکر. میفهمم شکر بیا در خودت خوب است یا اولادت خوب است. دیگه شکر کاملی گفت اگر این مام دیگه نمیدلم بود که بیایم میگه پارو برام. من خب میبینم اون خور که نمیشه یک تناسورت هستی سعی که خانه و جایت هم از همون خاطر میگم که اونجا حرکت من باشو خور که میگم مجا سر چشم گرنگی نداره. میفهمم صد. اما هم خانه خودت هست. حالا تو را میگم تو باز دیگه نمیپایی دیگه نمیگیره طاقت نمیگیری. خب نمیشه دیگه خانه است که نبی خبر نگیری. دیگه بیا در جون نباشه آدم در خانه نمیشه که بیا خانه تق بزنه خوچیت قایم باشه. خیلی تو کو خورجان خب جون شکر دارید
دیگه من میگم برو اونم چپانت میگیری یا کالا میپوشی چی میکنی؟ ری شکر خدایا دیدی که روشنی شد دیگه اونم کارکو بخیر میرم کارکات میپوشی یا چپانت میگیری؟ نه اینم کارکا میز جان میکنم میرم بخیر کتی بریم بخیر یک دفعه بریم اونجا که چی میشه توکل بخدا سختی بیادر خود چی هم نکنه خدا نکنه ای چی کنیم سکت بیچاره خوراک بیت روز برو گمش که من برو خور خیلی خدا خلاص کنه دیگه ما اومدم چی کنی اما چیز میگای تو بگی کلاکات میپوشی یا چپان میگیری چی میکنی یعنی ما اومدم بخیر برو مهدی سلام بلای سلام چند بجستک چرا پدر؟ تو چی گفته بودم؟ کلی تو کار میکنه کار پر از کلی گفتم که مردم میه تو چی میگی تا چند بجست دو بجستک پدر اگه در خواندن باشم سر صدا میگیریم برم پشت دکارم برم سر صدا میکنی چیکار کنم مخیر؟ آره وقت داره کار تو گفتی 12 بجه نگفتی 12 بجه من میام نگفتی؟ روز است که وقت آمدم پیسر پس پیسر داریم پیسه ولی اون مردم خواهده کردم ولی نگفتم که دیر نکنی نگفتم که دیر نکنی ولی میشه خود دو دفعه گوشی گفتم که دیر نکنی با چرا؟ هیچ گپ نمیفهمی به مخدا هیچ حساب نمیفهمی همین حساب زندگی تا بفهم این تقدیر چیزی که یک دفعه در وزش تق میشه از دفعه نمیشه اگر مردم جانان خناخت نشید آخر سه که باز بیچیش میشه زبانم میکنن از روز 10 بجه میامدی 11 بجه میامدی امروز که یک خوشی میخوانم باز تو امروز دیر میکنی تو اینو مترستی که تقدیرت خراب شده میره این نمیفهمی به خوبی بدید نمیفهمی به خوبی بدید که انسان نفهمی دیگه این چیزی نمیتونه لوجلک میمانه الا کنه الا که خطا لکتت بود برو یک چای مای جور کن مردمه برو که بالش مالش جور کن نشد سر خوارش چی میکنه نه نیست چی میکنه تو هم تو کارا سرش فشار بیاری خدا ناخواسته ده چند دردش میشه همیش زنده باشه همیش برش میکنه فشار نیست میگم یه ذره قوی باشه در زندگی اگر نه هیچ کس غلط نگی هیچ کس غلط نگی دخترم خوب قوی است خدا بیدار بگه دیگه مثل مریم دوستش دارم دخترم بیدار هستم سرم درد میکنه تنها سنو نمیاد از ما خیلی زدنی آرام باشین امو اگه سرشم خوب شده باشه دست پس گلم خدا پد سر اکتبان قرار که سر کم پلکاش خوش ما کلو کارم میکنم بچه شب تا مرچی میگی بگو فرمایش بودیم دختر نه جان خوب است چی کنم بعد خیر که آش کنم چی کنم برم دواخانه بیارم جور میشی خوب میشم هنه خلاص خوب بشه حالا میچی که بعد سر از دوغال مقال بانش مریض از بیچاره من گفتم باش کنید صدای ظرفا می آمد من ظرفا رو زمین خود ششتون گفتم باش یه جای خود نخیزه ظرفا رو نوشه که مریض سردرد است همون سرش هم میگم کمکم از سردرد است من فهمیدم سردردی جور نشد دوا نخورد وقتی دوا نخورد چی جور شد ما پس بهم جور باشه خب پس به جور باشی بان کو برای خودی خود تازه کنه سردردی جور شد من مریم گفتم چای دم کنم براش وقتی گلم میخوام برای زرکولی یک تازه کو که یک دارید بزن سو بگرد یک کمک شمال هوای تازه بزنید تا انشالله خوب میشی بخیر برو انشالله خوب میشی فردین بله کجا میری؟ باش برم گفتم یک ذره دوا برات بیارم خوب شی بخیر از دوای جوشکی چی میگن نیتروسی از اون نه برات خوب بیارم میشم نرو دیگه چی میکنی ناق پیسام نیست دیگه کجا میری؟ حال دلم سوخت مریض هستی خیلی بریم اگه فشارت پایین است پیش سلما بریم خب مرا پیش دشمنم میبری دکتر خانه ما میریم پیش دکتر مرا پیش دشمنم میبری که بدتر بکنه دشمن چی میکنه خورت از بیا اونجا یک فشارت خوب خلق میشم خیر است خب خیلی چی دلت میشه هیچ دلم نمیشه خاله این بیچاره اوگار شد به خدا نامدی چقدر دیر بعد آمدی و مفتادی آلی مای زرچی قفت چرا ظرفا رو ششتر میجه انداختن چرا خواهم من گفتم یک دو دقیقه پیشش من رفتم این چیز نبود هلا تو حتما ندیدی سلما متوجه نشدی متوجه شدم خود درای زینا بالا شدم این چیز نبود بس که من بسته زینا چطور شده بود
وی ظرفا را کشتن نوشه گرفتن در برای زینا نبود مادر نبود خیلی چی بود سلما؟ مایه ظرفشویی بود آرزو خیلی مایه ظرفشویی را که چپا کرده وجود دیستی کرده مشتک خوردم اگر نیکس کارشی هم خونه کرده ما شما نکردیم امین چیز نکرده باشه آسانات نبود هیچ کس در ریاولی نبود مادر اونم تو نبودی حتما آوردن اونجا چپا کردن رفتن خدا پت کردن ما گناه از امو دختره نگی او چی کرده؟ حالا یگان واسلین چیز بیار که چرب کنیم حالا کجای دکتر ببری چرب کنیم تو چیز بیار واسلین نکچه بیار کمر چه چرب حالا جان اگه زیاد درد داری پیش دکتر ببریمت یا پیش کستبان ببریمش باش ما برم یگان چیز بیارم خیلی چرب کنیم دیگه مجبور باشه هی خوار سعی که تو می جای که سنگ در پای لنگ است میگن ناز که نازوردار داری بیک خریدار داری خوب ناز کو با خدا اگه خیلی خاطری میراست نباشه اگه تو زده گفتی اگه تو بخیزم سرت کل کار کنم که نمید یک چشمت گریه کنم یکی تام خنده حالا ناز کن گلمی خود میگم بکو هر کار که میکنی نی ارزش داری نه قدر داری نه قیمت داری چیز بر من نداری خب از این مجبوری که اونجا میراث میگیری میراث خور هستی یعنی ولی اگه تابیل تام بگیریم چی کنم ولی در پس سر خونه ناز بتشه نه رقمی گپا بزن بعد از صدا پشتش رو تو دنیا کار چی مداخله میکنی من خود نگاه خود دوشارست میفهم چی بدی داره بعدیش در کجاشه این در پشتش میگه پا رو میزنی باز پیشوریش ناز میتیشه دکسن نکل کار نگی برای میراث از پیش ننی خود بگیره بیاره نداره پدرم رفت گم شد و قرار مال خانه زندگی بر کی میمونه خبر تقسیم کنه بگیره میراث شده از پیش ننی بره 15-20 هزار روپیه بره ولی زمان سردرد زمان بره شفاخانه بره در خانه خرج بده تو به خدایا هیچ نمیفهمی خورش خراب پیسه داره خراب پیسه ماش میگیره خدا کنه کمایش باشم دو پول شده باشه که یک دفعه همین پیسه سرم خورش کلش خرج شوه خورش خوب پیسه دار خرج که همین صداش که بعد ما تون پیسه سر خورش خرج شوه بعد این پیسه شم که می کمرش دو پول شده باشه در شفاخانه باشه بگی وای اما جان بدوا کردی بدوایت گرفته مرا میگم بدوایت کردم اگه چیز دلت میشه خوب برات بیارم حالا میرم یک ذره دوا برات بیارم خوب شی بخیر مریضیت چی رقم هستی؟ نه رو دیگه باز خوب میشم دیگه سر میگذره درد میکرد ولی یک ذره خوب هستم خوب شدی یک ذره بهتر هستی؟ بیشتر رو پیش مادرم پس سرت پتکه کردم خیلی سرت بد نخونه گفتم باشه بخیز یک ذره فکرت هم دیگه شو یک ذره حال سردردی کرد خدا آدم پدا پرت زیاد میشه نه خب تو مگم عادت مرا بلد نیستی که یک دفعه سر ما بگیره گنگس میشم دیگه خب خیر خوب میشه بخیر سکین از هوای تازه یک ذره تنفس که بیرون کت مریم یک ذره دست پیشی کو کت مادر دست پیشی کو یک ذره خوب من میشه بیدار نکردم دیگه من نمیفهمیدم چند بجه است از خاطر سرم درد میکرد بخیر اینجا سرم درد میکرد حالا خوب شدی یکم که حال خوب است خب برم یک ذره دوا بیارم اگه شد نه دیگه نه دیگه چی میکنی یار 20 پیسه هم نیست حال خوب شده میگذره صحیح خیلی باش من بیرو برم پس میم شد خط بیر زود پس بیای خانه صحیح ای خدا جانه مچو من خبر ندارم مریم والا که شما چه قسم پیش بریم به خوبی پیش رفتیم شما نفهمیدین بازت میکنید که حتما دست پای ما میده شوه تو دیدی که من انداختیم حالا خانه تو کار تو میکنی میگیرم دون اورا مندازم نه خوارم مونمو جا انداختید بالا دمی دلم چنگ زدی سلامت باشی با مخاطر گفتم بال خیر جمع باشه بخیر باز امی انشالله بخیر خاطر جمع باشه باش که گفتم یک دفعه که آمدم هم سلامت تام دادم گفتم باش که یک چیزا که میشه که ضرورت چه یک چیز پیسا مرد راست میگه اگه نه کدام مشکل خیره کم هیچ مشکل نبود ولی هیچ پروا نداشت کم آمد مقصد نه میتونی که صاحب کنی نه خدا جان چرا حساب کم آمد نه سلامت باشی با خاله تو دیگه خاله بوده قبلش ما تو داخل با دختر خیلی میره اونجا قفا مای ظرفشویی که بچه برو تو کالاشویی هم شاید بخته خاله تفتی تو جشی کمر چما گوش قبلش پیدا شده کم بود که پاش بشکنه اگه قبول کنم باز پدرم ممکن سنش کلان است اگه نکنم باز پدرم شلا گفته که باید قبول کنی خودت کمکم خدایا باز نکل مونده میگیرم مونده که بیچاری سرسفید بیایه بفته باز چرا گونه زوده گردن خود بگیرم میگه قبولگیش میده شد منو میده شدگی بوده که آمده اینجا وقتی که سلما دکتر پیش جلد پیش سلما آمده بوده باش خدا دقیق باش گل بوده پوستی گله بوده چی بوده که پای مونده ها گپا که میشه همه جانیا سرما تومت میکنه خو خیره باز مکد از یا میفهمم یک دفعه برم که چون گپ بزنم خور نمیخوام میگه بیا تو من بیا تو چه بزنی خود سلمی میشه نه ممکن چه زده برا خیرانه
به خاطر خاله به خاطر من ما هم خالیم من دوست دارم. گفتم خیران خالیم خوب سلما دیگه بس نیست. سلما خوب درام رو خسته ببین.